سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقا انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید. تشکر. ببخشید چند لحظه می‌خواستم وقت شما رو بگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. من حسین هستم، از مشهد مزاحم میشم. آقا حسین بفرمایید. بعد من 17 سال شیعه بودم. اللهم صل. بعد از روستاهای مشهد. بعد واقعا خدا خیر بده این تبلیغی ها رو. بله. بعد باور بکنین هر روستایی یک امامزاده داره. اللهم صل. بعد باور کنین هر جمعه ما به این امامزاده به اون امامزاده میرفتیم. هر جمعه من به امام رضا میرفتم. درست. بعد تو مسجد میرفتیم از روزهای عاشورا تا سوها. درست. بعد از عمر بعد تعریف میکردم، ولی پدرم تنها تو خانه سنی بود. به او هم گفتن که بابا بیا بریم مسجد، میگفت نه من مسجد نمیام که از عمر بد میگه. بالاخره خیلی پیله میکردن اینا، ولی به حرف هم نمیکرد. تا که آمدم به خاطر که ما از این عقیده برگردیم، پدرم ما آورد یک منطقه اهل سنت. درست. و این تبلیغی ها آمدن در خانه دعوت دادن، گفتن بیا مسجد اینا. تا بهشون گفتم من شیعه هستم، ولی خب دیگه ما رو دعوت دادن، خدا خیر بده که از رفیقام و بچه‌های همون محل به ما گفتن سنی ها دوم دارن. بعد ما وقتی که آمدم اینا رو دیدم گفتم اینا انسانن. بعد گفتم اینا انسانن، اینا که دوم ندارن که. اون تو منطقه شیعه بودیم به ما گفتن سنی ها دوم دارن. بعد تا اینکه خدا واقعا منو هدایت کرد، الله سنی شدم. الله اکبر. و الان الحمدلله 7 ساله که سنی ام. الله اکبر. بعد خدا به من یک زنی عطا کرد. زنم هم شیعه بود و الحمدلله اونم عقیدش درست شده دیگه، حالا شرک نمیکنیم. الحمدلله. بعد با یک شیخی صحبت میکردم، میگفتم که اینقدر بر من مطمئنم که ما اهل سنت بر حق هستیم، انگار که الان روزه، میدونم که الان روزه، انقدر مطمئنم که ما اهل سنت بر حقیم. یقینا. او شیخ بی علم به من گفت که نه اینقدر مطمئن نباش، روز قیامت مشخص میشه. بعد خدا خیر بده، واقعا شبکه‌های شما ما رو خیلی روشن کرده، خیلی، یعنی واقعا خدا خیر بده شما رو. الحمدلله، لطف الله سبحانه و تعالی است برادر عزیز. دیگه همین دیگه، واقعا خدا منو خیلی دوست داشته که از شرک، واقعا حالا که فکر میکنم واقعا شرک گناه نابخشیدنی است، خدا اصلا نمیبخشه. درست. خدا خیر بده شما رو انشالله، که امیدوارم که خدا انشالله به هدایت کسانی که زنگ میزنن واقعا از ته دل دارن صحبت میکنن، من حرف اونا رو میفهمم چی میگن. درست. که الان چی نیروی ایمان دارن و در شرک بیزاری میشن. خدا خیر بده شما، دیگه مزاحم نمیشم. زنده باشید. دعا بکنید انشالله. تشکر از شما، الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه و توفیق مزید نصیبتون کنه برادر عزیز. خیلی ممنون، خدا خیر بده. زنده باشید، خدا نگهدارتون. و می‌خواستم بگم که دو تا از برادر زنم از برادر زنم هم برگشتن الحمدلله و زنم الله هم برگشته الحمدلله. الله اکبر. مادرم هم برگشته الحمدلله، هیچ شرکی نمیکنن. مادرم قبلا شیعه بوده. الله اکبر. و خیلی الحمدلله کار میکنن، ولی خب حیف که به گوش‌های اینا پنبه جا شده، این رفیقا یا قوم خویشای خانم و اینا، واقعا هر چی بهشون میگم هیچ مثل این که واقعا آیه قرآن است میفرماید که ما چشم اینا رو کور میکنیم، دلهای اینا رو کور میکنیم، اینا هیچی نمیفهمن. درست. دعا بکنید و سعی تلاش بکنید الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده به راه توحید یک تا پرستی. ان شاء الله ان شاء الله. زنده باشید. خدا سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ببینید امثالی مثل برادر عزیزمون آقا حسین که 17 یا 18 سال شیعه بودن، اینها حقیقت توحید رو، لذت ایمان رو درک میکنن. چون کسی که در دوران جاهلیت، در دوران خرافه پرستی زندگی کرده و از اون تاریکی ها و ظلمت های منجلاب شرک و
کفر به نور توحید و یکتاپرستی مشرف شده، این واقعا لذت ایمان رو احساس میکنه. الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی از قرآن کریم مثال میزنه مشرکین و موحدین رو. یکی از این آیات رو من خدمت شما عزیزان نشون بدم در اینجا. ببینید که چه زیبا الله سبحانه و تعالی مثال این انسانها رو میزنه که در سوره رعد آیه 14 میگه که له دعوت الحق، دعوت حق از آن اوست، یعنی الله سبحانه و تعالی. والذین یدعون من دونه، و کسانی که مشرکینی که به جای الله، به غیر از الله سبحانه و تعالی کسان دیگری رو میخوانند، لا یستجیبون لهم بشیء، اینها، این کسانی که شما من دون الله میخوانید، هرگز دعوت اینها رو اجابت نمی کنن. بعد مثال میزنه، مثالهای الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که برای بنداش مثال میزنه خیلی جالب است اگر ما تفکر و تدبر بکنیم. میگه که الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاء و ما هو ببالغی، مانند کسی که دستانش اینطوری گرفته در داخل آب، این رو بلند میکنه، اصلا اینجا آبی هست، چشمه‌ای، کاسه‌ای یا آبی جمع شده یه جایی، شما میخواید از این آب بنوشید، اینطوری دستشون رو در آب میکنن و میبرن به طرف دهنشون. آیا این آب جمع میشه در دست؟ نمیشه. کسی که اینطوری بیاد بخواد که آب بخوره نمیشه. الله سبحانه و تعالی اینا رو مثال میزنه، میگه اینا این همه زحمت میکشن، طلب رزق و روزی و فرزند و زحمت راه و همونطوری که گفتم از این زیارت به اون زیارت، مانند کسی که دست میزنه به آب، پنجاش اینطوری بازه، نمیتونه به طرف دهنش این آب رو ببره، نمیتونه تشنگیشو برطرف بکنه، سودی براش نداره. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، و دعای کافران جز در گمراهی نیست. اینها گمراهن، اینها مسلمان نیستن، ادعا میکنن، ظاهرا کلمه هم میگن، شهادتین هم بیان میکنن، اما اون ایمان حقیقی که باید به الله سبحانه و تعالی داشته باشن ندارن. این یکی از مثالهای توحیدی بود که در قرآن کریم بیان شد. مثال دیگر در سوره حج آیه 31 الله سبحانه و تعالی در این آیه شریفه میفرماید که حنفاء لله غیر مشرکین به، بنده های نیک، بنده های مؤمن واقعی در حالی که حقگرا و مخلص هستند برای الله سبحانه و تعالی و شرک نمیارن برای او تعالی، شرک نمیورزند. بعد حالت کسایی رو که مشرک هستن، غیر از الله سبحانه و تعالی رو ندا میکنن، غیر از الله سبحانه و تعالی رو چیزی ازش میخوان، حالت اینا چی است؟ و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. کسایی که مشرک هستن، به الله سبحانه و تعالی شرک میورزن، اینها گویی از آسمان سقوط کردن، از آسمان سقوط کردن و بعد از اون پرندگان گوشتخوار، لاشخوار، مثلا عقابی، شاهینی، لاشخوری، اینها رو ربوده از آسمان سقوط کرده. تصور بکنید مثال قرآن چقدر زیباست. تویی که شرک میورزی، مثال تو مانند این است که از آسمان، از یک جای بلندی همینطوری ول شده باشی، نه چتر نجاتی داری، نه کسی دست تو میتونه بگیره، نه کسی میتونه بهت کمک بکنه، همینطوری داری میای به طرف زمین که بخوری به زمین. ناگهان پرنده میاد و تو رو میربایه از این آسمان. یا باد او را به جای بسیار دور پرتاب میکند. کسی رو باد برداره از آسمان پرتابش کنه به یک جای دور. این مثال کسانی است که در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی
مثال میزنه کسایی که شرک میورزن، کسایی که من دون الله رو پرستش میکنن، زندگیشون اینطوریه، هیچگاه آرام و قرار در زندگی ندارن، از این پیر به اون پیر، از این زیارت به اون زیارت، از این قبر به اون قبر، دلهوره، همیشه در به در، خسرت دنیا و الاخره. این که وضعیتشون در دنیاست، حالا ببینید که در آخرت چه وضعی خواهند داشت. در روز محشر بندگان مؤمن واقعی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی خوش و خندان آماده حساب و کتاب هستن و اینها وقتی حول اون موقف رو میبینن به دنبال علی، به دنبال رسول الله، به دنبال فاطمه، به دنبال حسن، به دنبال پیر عبدالقادر جیلانی، به دنبال نمیدونم سیف الرحمن زندیق مشرک، به دنبال فلان زیارت، به دنبال فلان قبر، همه اینها از اینها بیزاری میکنن. در روز قیامت اینها، همین کسایی که شما اونها رو میخوانید، از شما اعلان بیزاری میکنن. پیش علی میرید، از شما اعلان بیزاری میکنن. من این آیه رو خدمتتون بیارم، واقعا سوره فاطر، این آیه 14 سوره فاطر خیلی جالب است. احمد جان اگر اینو نشون بدی. اینجا خیلی جالب میگه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. میگه که الله سبحانه و تعالی کی است؟ شب را در روز، روز را در شب، در آفتاب و مهتاب در قبضه قدرت اوست. کل یجری لاجل مسمى، هر کدومشون در یک مسیری، در یک مدت زمان معینی در حرکت هستن. میگه ذالکم الله ربکم، ای کسایی که نمیشناسید، این است پروردگار شما که این همه اختیار داره. چند روز پیش دیدید که میگه که مالک واقعی آسمان ها و زمین علی است. در اینجا چی میگه؟ مالک همه اینا کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. این است ذالکم الله ربکم، این است پروردگار شما. له الملک، پادشاهی از اوست، اختیار از اوست، اختیار حقیقی واقعی دست اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که غیر از الله میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما این داد میزنید یا علی یا رسول الله یا پیر عبدالقادر جیلانی یا نمیدونم غوث اعظم یا فلان یا فلان، داد میزنید، اینا رو صدا میکنید، نمیشنون صدای شما رو. بعضیاشون چی میگن؟ شیعای گمراه میگن نمیشنوند. علی، حسن، حسین، 12 امام زمان صدا رو میشنوند. بعضی از صوفیای گمراه میگن که پیرهای ما حاضر و ناظر هستن در همه جا، هر کاری ما بکنیم میشنون میبینن. فلان شیخ، فلان پیر طریقت فلانی میشنوه میبینه. الله سبحانه و تعالی اینها رو هم پیش بینی کرده بود که یک بندگان گمراهی پیدا میشن که این حرفا رو میزنن. در ادامه آیه چی میگه که ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو که عبدالقادر جیلانی و امام حسن و امام حسین و پیرای نقشبندی و سیف الرحمن زندیق و اینها شنیدن صدای شما رو، ولو سمعوا، بالفرض محال که شنیدن، چی میگه؟ ما استجابوا لكم، اجابت نمی کنن. حالا میگید میشنون، خب شنیدن، میتونن به شما رزق و روزی بدن، میتونن مشکلات شما رو حل بکنن؟ ما استجابوا لكم، اجابت نمی کنن شما رو. چرا؟ تنها ذاتی که استجابت میکنه الله هست. ادعونی استجب لكم، ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. نگفته که ادعوهم یستجیبون لكم؟ 12 امام رو بخوانید، فلانی رو بخوانید، این پیر رو بخوانید، اون ملنگ فلانی رو بخوانید، فلان زیارت رو بخوانید، اگرم بشنون ما استجابوا لكم. روز قیامت چه رخ میده؟ تعدادی از انسان‌ها علی رو خواستن، حسن رو خواستن، حسین رو خواستن، مهدی رو خواستن، رضی الله عنهم اجمعین. اینا بندگان نیک الله سبحانه و تعالی، هیچ شکی نیست در این. فلان پیر و فلان ملنگ و فلان زیارت رو خواستن. اینها بندگان مقرب الهی هستن. اینها بندگانی هستن، منظورم
ائمه اهل بیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسال پیر سیف الرحمن و اینا که اینا زنادقه دوران هستن الی جهنم و بئس المصیر. اینا کسایی هستن که کسی در کفر اینها شک بکنه کافر میشه. بندگان صالحی که شما اونها رو خواستید، علی، حسن، حسین، مهدی، غیره، روز قیامت اینها در منابری از نور در پیشگاه الله سبحانه و تعالی، بعضی از اینها بدون حساب و کتاب وارد جنت میشن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، سید و سردار اهل بیت بعد از رسول الله، حیدر کرار، شیر خدا، صحابی جلیل، کسی که برق شمشیرش در بدر، در احد و در روز خیبر، در حنین افتخاراتی آفرید برای اسلام و مسلمان ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر فرمودن که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که الله و رسولش رو دوست داره و الله و رسولم اون رو دوست داره. الله اکبر. اینها رو بیان بکنید برای مردم. اینهاست افتخارات و فضایل حقیقی علی، نه اینکه مالک آسمان ها و زمین است و فلان است و الان است، کفریات و شرکیات بهش نسبت بدید. همین بندگان نیک در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی، این بدبخت های بیچاره میدونن علی جان فدات بشم، من برای تو این همه نظر کردم، یا علی گفتم انقدر. چی میگه در ادامه آیت؟ و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت علی میگه که برید گم شید، شما شیعیان من نیستید، شما پیروان من نیستید. شما اگر پیرو واقعی علی می بودید از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت می کردید. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت یعنی چی؟ محبت رسول الله یعنی چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا پیرو الله و رسول هستید، پیرو اهل بیت و صحابه هستید، پیروی بکنید از الله و رسول. میگه و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت کفر میورزن، انکار میکنند این شرکی رو که شما انجام دادید، از اونها خواستید. چرا؟ اینها بندگانی بودن که توحید و یکتاپرستی رو با قیمت جانشون برای ما رسوندن. علی به خاطر چی کشته شد؟ عمر به خاطر چی کشته شد؟ صحابه رسول الله در بدر و احد و احزاب و خندق و حنین و طائف چرا خون دادن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در احد چرا از بدن مبارکشون خون جاری شد؟ دندان مبارکشون شهید شد، سرشون شکافته شد، خون بر رخسار مبارکشون جاری شد. به خاطر چی؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به خاطر لا اله الا الله، به خاطر که شما رو از این واسطه ها و از این بندگانی که بین خودتون و خدا قرار دادین جدا بکنه. به شما بگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گردن به اون نزدیکتریم. ادعونی استجب لکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها مرا بپرستید و تنها از من یاری بجویید. به خاطر اینها بود که رسول الله و صحابه خون دادن، از مالشون گذشتن. تصور بکنید فیودال های مکه بودن، خونه داشتن، قصر داشتن، پول داشتن، همه چیزا رها کردن. پای پیاده بعضیاشون شاید غذا یک روز هم همراه خودشون نداشتن. 18 شبانه روز رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا 18 شبانه روز از مکه تا مدینه. الان ما با ماشین با 3 ساعت 4 ساعت میرید، نهایتش 5 ساعت، با اتوبوس بری 5 ساعت بیشتر نمیشه. 18 شبانه روز در این راه پرخطر، در این دشت ها و کوه های سوزان حجاز، پیاده یا سوار بر شتر هجرت کردن. به خاطر چی؟ مالشون، جانشون، همه چیز رو گذاشتن به خاطر اینکه کلمه توحید رو به ما برسونن، به خاطر اینکه ما رو از شرک برحذر بدارن. اما امروز میبینیم کسانی به این زحمات، به این آیات، به این احادیث، به این همه مشقت هایی که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و اهل بیت متحمل شدن نگاه نمی کنن. به دنبال یک آخوند گمراه، به دنبال یک پیر مشرک، به دنبال یک مبتدع ضال مضل میرن و از
من دون الله یاری و مدد میجویند. انسان هایی که دینشون رو، عقیدهشون رو، ایمانشون رو به خاطر 4 درهم و دینار و دلار و یورو فروختن. یکی از اینها این انسان است. احمد جان اگر که نشون بدی. مولوی خدایداد یا خداداد صالح، رئیس عمومی شورای علمای غرب افغانستان. این نوکر آمریکا، نوکر آیساف، این کسی که صبح و شام در خدمت جنرال های آمریکایی و غربی در هرات قرار داشت، مردم شریف هرات میشناسن این انسان رو. چه زخم هایی که بر دل مجاهدین هرات گذاشته این انسان. کسی که به نام عالم دین با عبا و قبا بنده دلار است، بنده یورو، بنده دلار آمریکایی است. کسی که آیات ولا و برا و توحید رو، اصل اساس توحید که دوستی و دشمنی در راه الله سبحانه و تعالی است، اینا رو زیر پا گذاشته. الله سبحانه و تعالی در مورد اینها میگه کمثل الحمار یحمل اسفارا. عالمه ها، فکر نکنید که انسان جاهله، علم داره، مدرسه داره، مسجد داره، اما کمثل الحمار، مانند الاغی که باراش هست. الله سبحانه و تعالی در مورد عالم هایی که علم دارن و به علمشون عمل نمی کنن، اینها رو به الاغ مثال زده. کسی که به وجود آمریکا در افغانستان مشروعیت بخشید، یکیش همین انسان بود. در اسلام و در ایمان این باید شک کرد. کسی که نوکر درجه 1 آیساف و نیروهای آمریکایی در افغانستان هست، این انسان همه مشکلات افغانستان حل شده، اومده چی میگه؟ مولوی خدایداد صالح گفته که مخالفان توسل معاند و نادان هستند، توسل به مرده و زنده رواست. این به جایی که بیاد در ایمان خودش تجدید نظر بکنه، این بنده های درهم و دینار و دلار و یورو، همه مشکلات جامعه حل شده. حالا به خاطر خوشخدمتی برای ایران، چون روابط پنهانی با ایران و با روافض هم داره، یکی از اسباب وجود روافض در هرات همین انسان هست. حالا اومده که بله، توسل به زنده و مرده جایز است و کسی هم که قبول نکنه معاند و نادان است. حالا شما خودتون برنامه ها رو دیدید، آیات، احادیث، روایات رو ما بیان کردیم، خودتون قضاوت بکنید که معاند و نادان کیست و چه کسی است. پس گفتیم که الله سبحانه و تعالی در این آیات مبارک در سوره فاطر بیان میکنه که کسانی که شما غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید، اولا دعای شما رو نمیشنون، درخواستای شما رو نمیشنون، ولو این که بشنون اجابت نمیکنن و باز چی کار میکنن؟ روز قیامت به شما کفر میورزن، انکارتون میکنن، به درد شما نمیخورن.